مدتیه با یه آقای آشنا شدم به اسم آقای براونی. آقای براونی یه جنتلمن واقعیه که نمیتونی در برابرش مقاومت کنی و وقتی ببینیش دل باختش میشی. بعد که دلت رو بهش باختی و یه گاز ازش گرفتی دیگه معتادش میشی و هیچ وقت دیگه به زندگی قبلت بر نمیگردی. کیکی تمام شکلاتی که عاشقای شکلات رو از خود بی خود میکنه. فقط باید قیافه کسایی رو که از این خوشمزه لعنتی یه گاز میزنن و ببینی. آخه تصور کن ترکیب طعم کره و شکلات چی میشه؟ مثل یه کیک پوک و پفدار نیست چون از بیکینگ پودر توش استفاده نمیشه. یه چیزی بین کیک و شکلاته. فقط باید صداشو موقع برش زدن گوش کنی. خلاصه من اینجام که دست شما رو بذارم تو دست آقای براونی و با هم آشناتون کنم.